سلام دوستای عزیزم، به ریتم آشپزی خیلی خیلی خوش اومدید. ما طبق روال هر هفته روزهای یکشنبه، سه‌شنبه و پنجشنبه با پخت انواع غذاها و دسرهای ایرانی و خارجی در خدمتتون هستیم. من امروز قصد دارم یکی از غذاهای بسیار بسیار مشهور تبریزی رو که در مهمونی‌ها معمولا سرو میشه خدمتتون آموزش بدم. سوپ مجلسی تبریزی. حالا بریم سراغ مواد لازم. آب مرغ 1 لیتر و همینطور سیب زمینی بزرگ 1 عدد، هویج 2 عدد متوسط، رشته سوپ 5 قاشق غذاخوری، نخود فرنگی 5 قاشق غذاخوری، ربع گوجه فرنگی 2 قاشق غذاخوری، زعفران، نمک و فلفل سیاه و آب لیمو به مقدار لازم. حالا ما 2 تا هویج داشتیم و اینها رو ما پوست میگیریم. توجه داشته باشید که ما مواد خیلی زیادی برای این سوپ استفاده نمی کنیم. سوپ زیاد غلیظ نیست و هویج جزو مواد بیسیک این در واقع سوپمون حساب میشه. هویج و البته سیب زمینی. خب بعد از اینکه کامل پوست این هویج ها رو گرفتیم، بریم سراغ خورد کردنش. توجه داشته باشید که اندازه تمام قسمت ها باید یکسان باشه. در همین حدی که من برش میزنم حدود 1 سانت و نیم اینا میشه حدود برش های من. ما اینجا هویج سیب زمینی رو رنده نمی کنیم به هیچ وجه، به جاش برششون میزنیم و اندازه این تیکه ها دقیقا میشه تقریبا همون اندازه هویج های رنده کرده. ما توی این سوپ سعی میکنیم که همه هویج‌ها به یک اندازه باشن و برشایی که میزنیم حدوداً 1 سانت و نیم خیلی ایدئاله براش و تقریبا سعی میکنیم نازک باشن، هم خوب میپزه و هم شکل سوپ رو خیلی خوب میکنه. بچه توجه داشته باشید که این سوپ جزو سوپ‌های سنتی تبریزه و ما توش از رنده به هیچ وجه استفاده نمی‌کنیم و سعی می‌کنیم همه برش‌ها با چاقو باشه، هم هویج و هم سیب زمینی. حالا من بعد از اینکه همه اینها رو کات زدم توی ظرفی میذارم. ببینید کاملا اندازه ها همه یکیه، برش ها یک اندازه شده و کاملا مناسبه برای این سوپ. الان من داخل یک قابلمه جداگانه میریزم اینو و روش آب میریزم و میذارم روی اجاق گاز تا بپزه. دقت داشته باشید که نمیخوام اینو همراه بقیه موادم داخل آب مرغ بپزم، چون طعم خوبی به آب مرغ نمیده. میخوام اینو کاملا جداگانه بپزم. پس آب میریزم و میذارم روی اجاق گاز تا جداگونه پخته بشه و بعد اینو آبکش قرار بکنم، در واقع آبش رو بگیرم و به موادم اضافه کنم. حالا یه سیب زمینی بزرگ داشتیم، من اینو پوستش رو گرفتم و به اندازه های 1.5 سانت تقریبا نو برشش میزنم و چون میخوام تو شکل ظاهری سوپ اندازه سیب زمینی ها با هویج تقریبا یکسان باشه، سعی میکنم مثل همون مدلی در واقع برش های خیلی نازکی بزنم و در واقع اندازه و شکل رنده به خودش میگیره، ولی رنده نیست، کاملا همشون برش هستن و با چاقو انجام میشن. همینطور که میبینید من برش های خیلی نازک میزنم و بعد مثل هویج نو خوردش میکنم. برش ها هم هر چقدر نازک باشه هم تو پخت در واقع سوپ خیلی سریعتر اینا میپزن و همین که در واقع خیلی شکل ظاهری سوپ هم خوب در میاد. حالا ببینید من یکی از اینها رو با همون اندازه هایی که هویج رو کاست زده بودم اینها رو هم کات میزنم. یه خورده کار وقتگیریه، یعنی قبولش دارم خیلی وقتگیره و نسبت به رنده وقت بیشتری رو میگیره، ولی هم تو ظاهر سو و هم حتی توی طعمش شما خواهید دید که خیلی تاثیر میذاره و خیلی مجلسی و شیکش میکنه این سوپ رو. برای مهمونی ها و حالا مراسماتون میتونید ازش استفاده بکنید.
الان داخل یک قابلمه مناسب من آب مرغم رو ریختم و هویجی رو که قبلا گذاشته بودیم و پخته بود به این ترکیبم اضافه میکنم. توجه داشته باشید که حتما باید هویج توی ظرف جداگانه پخته بشه تا طعم شیرینی خاصی به این سوپ نده. من آبکشش کردم و الان داخل سوپم اضافه کردم. بعد از این ما یک مقدار آب به سوپ اضافه میکنیم تا سطح در واقع آب سوپ مناسب بشه و بعد من اون سیب زمینی هایی رو که در واقع کاست زده بودم و داخل آب گذاشته بودم تا نشاستشون جدا بشه الان داخل سوپم میریزم و شعله رو بلند میکنم تا خوب داخل این در واقع پخته بشه. خب بعد از اینکه یک مقدار زمان گذشت و سیب زمینیامون کاملا پخته شدن من رب رو بهش اضافه میکنم. من تا رب رو یک مقداری آب بهش اضافه میکنم و به اون شکل به ترکیبم اضافه میکنم. الان نوبت زعفرون هستش، میریزم و هم میزنم و بعدش رشته سوپم رو اضافه میکنم. دقت داشته باشین رشته سوپ بعد از اضافه کردن رب گوجه فرنگی باید به ترکیب اضافه بشه. الان دیگه رشته‌های سوپم کاملا پخته شدن و نوبت نخود فرنگیه که به این ترکیب اضافه بشه. توجه داشته باشید که من نمیخوام زیاد نخود فرنگی ها داخل سوپ پخته بشه و وابره، چون نخود فرنگی ها به هر حال کنسرو هستن و پخته شدن و نیاز آنچنانی به پخت مجدد ندارن. الان من نمکم رو به این ترکیب اضافه میکنم. اگه دوست داشته باشید میتونین از فلفل سیاه هم برای این ترکیب استفاده بکنید، ولی این سوپ زیاد هم نیازی به فلفل سیاه نداره، اختیاریه. و بعدش من آب لیمو رو دست آخر به این ترکیب اضافه میکنم. ببینید آب لیمو در حد 3 قاشق برای این سوپ میتونه کافی باشه. الان دیگه تقریبا آماده است. من داخل ظرف سرو کشیدم، بسیار خوش‌آب و رنگ و زیبا شده. من داخلش زرشک و جعفری ریختم و برای هم تزیین و همین که میتونید داخل سوپ هم ازشون استفاده کنید. بسیار سوپ شیک و مجلسی هستش، بسیار هم خوشمزه هستش. امیدوارم که تهیه بکنید و همراه خانواده‌تون صرف کنید و ازش لذت ببرید. بچه ها اگر از این برنامه خوشتون اومد لطفاً با لایک و سابسکرایب منو حمایت کنید. تا برنامه دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.